سلام دوستای عزیز، با یک ویدیوی آموزشی دیگه بازم در خدمت شما هستیم. در این ویدیو براتون آموزش میتونم که چگونه واتساپ اطفال خود یا خواهرک و برادرک کوچکتان در گوشی خودتان باز کنین و از امنیتشان و از تربیتشان مطمئن شوید. پس میریم به طرف آموزش. به خاطر از این کار ما از برنامه دیال اپ استفاده میکنیم و برنامه دیال اپ شما میتونین که با استفاده از پلی استور دانلود کنین. اولا برنامه پلی استور را باز میکنیم. از قسمت سرچ یا جستجو برنامه دیال اپ جستجو میکنیم و اولین برنامه که به ما نمایش داده میشه همین برنامه است. نظر به که من قبلا این برنامه را در موبایل خود داشتم، پس این گزینه برام نمایش داده نمیشه. حالا میریم پس به صفحه اصلی و برنامه دیال اپ باز میکنیم. منتظر می باشیم که باز شود. بعد از باز شدن بخش دیال اپ انتخاب میکنیم. بعد از اینکه بخش دیال اپ باز کردیم بر ما یک QR کد نمایش داده میشه. این QR کد باید توسط موبایل طرف که میخوایم واتساپ شده موبایل خود باز کنیم، این کد باید اسکن شود. پس به خاطر اسکن کردن این کد ما باید وارد برنامه واتساپ طرف شویم. وقتی که وارد برنامه واتساپ طرف میشیم، از گزینه 3 نقطه بالای صفحه بخش دستگاه‌های پیوند شده را انتخاب میکنیم. بعد از روی گزینه سبز رنگ یا پیوند دستگاه کلیک میکنیم و حال کد اسکن میکنیم. یکم طول میکشه تا این QR کد اسکن شود و تمام اطلاعات به گوشی ما انتقال پیدا کنه. یکم منتظر می باشیم تا که اطلاعات انتقال پیدا کنه. خب حال تمام اطلاعات به گوشی ما انتقال پیدا کرد. تمام گروپ ها، پیام ها، استوری ها، کانال ها، تمام کانال ها و چیزهایی که طرف تا واتساپ با اونها سر و کار داره یا اونها فعالیت میکنه رو میتونیم که ببینیم. ببینین تمام گروپ ها، مسیج هایش، استوری ها و همه چیز در موبایل ما آماده. هر زمانی که برنامه دیال اپ باز ما تمام این مسیج ها رو میتونیم که ببینیم. هر کسی که به طرف مسیج کنه، وایس بفرسته، عکس بفرسته یا خودش به هر کسی که مسیج کنه رو ما میتونیم که ببینیم. این هم بود طریقه باز کردن واتساپ دیگر را در گوشی خودتان. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفا از کانال ما حمایت کنین و لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. تشکر.